دستمون دو پول شد. سرمون رو خم کردی. گوش کن دادرکم، من به او باور کردم، فریب خوردم جانی اپا. دیگر تو بر این اپا ندارم. جمیله کار کردی آمد. جمیله آقای دکتر چی شد دیلو؟ جمیله رو پروندن. زودتر آقای دکتر، شاید نجات داده توانه. یه چیزهای لازمی رو گرفته بیا. اینجا بیا پسرم. آرام شو. چی را اجازه دیره. پشانید محکم کنید. دختری بدبخت سرسختم. چی بدبختی بود؟ بعد مایت رو برداشتن لازم. این خیلی ممکن نیست. بعد تو ما رو نمیشنوی. دختر همین خیلی در بین میماند. از من همین قدر بابا ابراهیم، همین قدر. از این زیادش را نخواهید. به شما گپ زدن آسان است بابا. یک بچه پر راست نگاه کنید. مردم را ببینید. همه مقابل ما برآمدند. مادر بس دیگر به کار ما دخالت نکنید. بابا التماس آرام شوید. چی گپ زده ایستاده ای؟ و سر از بلا میاری. تو آن تجاوزکار را پنهان کردی. در کجا پنهان کردی؟ آرام شوید التماس. من گفتنیم که بین حادثه یگان دخلی ندارم. شما این رو فهمیده میتوانید یا نه؟ ما کودک نیستیم که فریب مان دهی. چی ما شما را نمیدانیم؟ همه تون یک رزیلان نابکاران. رشید آرام شوید. رشید
سرده او را. حیف شد. چرا با من خیلی معامله میکنن؟ من چی بدی کردم؟ دوستی اوزان هستید و باز چی؟ گبزن؟ دکتر هستید. خیر چی گفتن میخواهی؟ همه دکترانی به اینجا اومده این آدمان رو رنجوندند. یکیش در وقت دشواری پرتاب رفت، دیگرش فریبگری کرد. واقعه اوزان رو میدونید، یعنی همه‌شون خیانت کردند. اگر با هر یک طبیب چنین معامله کنند البته اونها اینجا رو ترک میکنند. بله همین خیل. شما حق هستید، جای حیرت نیست. شما با اینجا با نیت بد ناومده اید و پس از برگشتنتون کسی از پستون شما رو لعنت نمیخوند. اصلا به این حق هم ندارند. چرا از شما خفه شوند؟ چرا آقای دکتر؟ تا اومدن دکتر جمیله الکی مرده به پدر. به ناموس به جزا نمیماند. کوزه کبیده البته میشکند. اوه خوش آمدید بابای ابراهیم. از حادثه خبر داری رئیس؟ ها بیچاره جمیله حیف شد. احمد گریخته است. او را یافته به پلیس سپردن لازم. به پلیس زن از جنایت خبر ده. تا آمدن پلیس احمد را یافت. البته بابای ابراهیم، وظیفه ما هم در اینجا همین است. تا از حکومت آمدن کس ما در اینجا حکومتیم. همین طور نه؟ نمیدونم شهباز. کودک را یافتن لازم. تو هم میدونی که کودک را در این حال نمیگذارند. آدمانی که به معاشره افتادند وضعیت ناتیج است. کودک حیف می شود. من به نقطه طبی می روم. یگون خواهش دارید؟ به خونه آقای حمید رفته از ولی به ما خبر گیر. مایلش خبر میگیرم. ها شما از اینجا نبروید. این دیه برای شما خطرناک است. تشکر. از این همه بیسر و سامانی فراموش کردیم. شما گرسنه هستید؟ با خود کمی توشه داشتم تمام شد. اگر یگون چیز می بود خوب می شد. البته اگر زحمت نشود. با عمر خوردنی می فرستم. تشکر زیاد. ما او را مجبور میکنیم که به گپ درآید. حالا ایست و رشید، در این روزی روشن نمیتوانیم. بله راست میگوید، انتظار میشویم. تاریکی را انتظار میشویم. انتظار شو دکتر جان. در حیاتم این خیلش را یکمین بار میبینم. و حیوانی بیچاره چی شده است؟ این کار حقدار هاست. حقدارا؟ بله. فهمیدم که گاو را فروختنیم. پولی حقشون را نیابیم گفته به گاو زهر دادن تا برفین را گرفته برند. چی؟ زهر دادن؟ نفهمیده حکم نبرار دخترم. آیا خود به خود گاو تلف نیابد بابا ابراهیم؟ اکنون آنو فردا آمده ما رو گرفته میبره. میمورم و زنی را پیدا میشمم. دخترم برفین در حال خودت را عذاب نده. اگر تلف حیوان کار حقداران باشد این ظلم به جزا نمیماند. اول سبب تلف یافتن گاو را فهمیدن لازم. بابا ابراهیم السلام علیکم. السلام علیکم بابا ابراهیم. و علیکم السلام. تو به درون درو. برادرها با سر موضوع بیایید. خوب شد که شما هم اینجایید بابا ابراهیم. این کار را در یک جایگی حل میکنیم. گپ را دراز نمیکنیم. سبب آمدنمان را شما خوب میدانید. زلال پول تیار است؟ از ما مهلت پرسیدید، راضی شدیم بابا ابراهیم. اگر پول ندارید برای بردن برفین حق داریم. زلال برای پرداخت حقتون باید گاوش را میفروخت.
میدونیم. لیکن گاو یک بار مرد. معلوم که اجالش رسیده است. زلال میگوید که گاو را شما زهر داده اید. چی ها گفته است اید؟ چرا ما گاو را میکشتیم؟ سببش معلوم نیست. برای برفین البته. با خدا که همه این دروغ است. ما گاو را نکشته ایم. اگر زلال خانم حق باشد چی؟ اثبات کند. راست بگویی برادر حامد. اثبات لازم. از این سبب هر دوی طرف انتظار بشوید. چرا انتظار شویم؟ یک بیتار جمع میزنیم. گاو را میبیند. تا آمدن بیتار چند روز میگذرد. بگذار. برای حق به حقدار رسیدن بیتار را انتظار میشوید. حق به حقدار میرسد. انتظار میشویم. کیست در آنجا؟ کیست در آنجا؟ مادر جان من در اینجایم. مادر جان تو در کجایی؟ مادر جان من در اینجایم. بیایید مادر جان. مادر جان در اینجایم. بیایید. مادر جان. مادر دکتر با بیرون برا. با بیرون برا میگویم. بیرون برا گفتیم. برا بیناموس. به این کار جواب میدونی. برا برا میدونی تو در همین خانه ای. برا باش برا. با بیرون برا. از خانه برا گفتیم دکتر. با بیرون برا میگویم. دکتر اگر فرق باشی برا میگویم. برا زنده و زینه نامرد بیناموس. از خانه برا. دکتر فرسودی بگم. نامه با بیرون برا. پسر برا میگویم. پسرم جونم پسرم وای بیناموس را بمانده. بهبوده از من گمان برید. در کجا بودنش رو نمیدونم. استاد را پنهان نکن. او را بمانده دکتر. چند بار به شما گویم در کجا بودن او زن را نمیدونم. باور کنید دروغ نمیگویم. این را بینید ها؟ حالا هم سرکشی دارد. راهی گریز نداری دکتر. یا آن بیناموس را به ما میدهی یا اینکه به جای او تو جزا میگیری. رشید خودش چی گپ؟ از او چی میخواهید؟ شما عیب را نمیدانید. عیب است عیب. میدونید که این کاری کردتان چیست او با چیست؟
زود از اینجا روید. زود روید. رفتیم. تشکر زیاد. در این دیه تو را نمیخواهم پسرم. صبح از حالی بیمار خبر گرفته. بعد از دیه بر اومده میروم. پسرکم، پسر جانم. پسر جانم. مادر جان، در اینجا چی کار میکنین مادر جان؟ هیچ چیز، خوابم نمیبرد. باز خواب دیدید مادر جان؟ در خوابتون گپ زدید. براتم در خطر است، براتم در خطر است گفتید. برات میگریست برفین. از من یاری میخواست. مادر جان، چی ها میگویید؟ از مردن برادرم چند سال گذشت. تمامی هستیم. همین کودک است. گریزم برادرم، از اینجا بریدون. از دعوای خون نجاتش دید. به یگانیت خانه سپارید. فقط نجات یابد. مادر، چرا خاموشی؟ مرده است. من تنها خواب دیدم. چوپانه را گرفت یاردا. چیها میگویی سعید؟ من اصلا دیده چوپان خوب هستم. میخوایی مسابقه برپا کنه؟ هرچه که گوسفند رو آب ننوشانیده به آن طرف گذارونه وای چوپان بهتری. راضیم. اول به گوسفندا نمک میدیم که خوب تشنه شوند. ما راضی. کنی بچه ها زود رفت نمک بیارید. زود. چه مسابقه نشود؟ بله پروسس مسابقه میکنه. وقتی بلند شدن حرارتش بالا دکتر همراه خوراک شام نمیخوره؟ تشکر زیاد. امروز از اینجا میروم. علی چی میشود؟ دیلو خبر گرفته میستد. شما تنها در وقتش دادن دارو رو فراموش نکنید. مایلش؟ خوب سلامت باشی. تشکر زیاد. پناهت به خدا. سلامت باشی. خیر اپا جان. خیر.
بغل نکنید. گلی یک چای بیار. خوب. اول تو سر کنالدو مکافات رانی کدر چوپان ها؟ نه شما گویت آقا. مغلوب هم گوسفند و هم چوپانی غالب آمده رو در پشتش به آن طرف میگذراند. من راضی هستم. من هم راضی هستم. و پس سر کنید اول دو سر کنید. دیدید برادرها آن همیشه. آفرین آلدو آفرین. سعید اکنون نوبت توست. کنی هنرت را نشان ده. کنی سعید آفرین. دیدید نوشید. باز کناشون چوپانی خود بگوید. خداوند خود از گناههای جمیله را ببخشد. آمین. فقط دادن این کارو حال نمیشود سعید. یعنی این بینه دا بیار آفرین سعید آفرین. دیدی سعید گوسفند را گذرانیدی. اکنون نوبت من است سعید. بیا دوستان بیا جونه جان. دیدی سعید بیا گوسفند را گذرانیدی. اکنون نوبتی صاحبی گوسفند. انا حمیدم سعید. کنی چیز راحت و پیش سب خوبی گوسفند هم میروید؟ بله. راهتون دراز است. در راه گرسنه نمانید گفتم. برای همش تشکری زیاد. من هیچ کاری نکردم. خوش بیمان. دیلو لبای به خونه همون زنگ زدنی بودم. در دیه تلفن است؟ در خانه رئیس است. از اونجا میتوانید زنگ زنید. تشکر. اینها پشتیبانی جمیله بودند.
مردهش را کسی صاحبی نکرد. بابا ابراهیم و زیلال گراندند. دیگر همه روی گردانیده رفتند. جمیله در بین ماند. بیچاره دختر حیف شد. حیف شد؟ چه خیلی حیف شد؟ برای کاری کردهش جزایش را گرفت. چی آن کودک در اینجا می ایستد؟ او که ها گریخته رفته است. به من عقل یاب ندهید تا آمدنی پلیس آن کودک را یابید. در دهه یگان جای ناکافته امان نماند. خدایا اما که یوسف باز یک بار دیگر رفته کابید. از برای خدا در اینجا نیستید. همه جو را کفتیم رئیس. باز چیکار کنیم؟ روید کابید. آخه روید او را یابید. چرا ایستاده؟ روید کابید. از برای خدا. چرا ایستاده؟ از برای خدا. بخیر است دکتر؟ پیش از رفتنم میخواستم به خانه زنگ زنم. زنگ میزنی؟ پولش رو میدیم. درا زنگ زن. چقدر که میخوایی گپ زن. تشکر. تلفن رو بردار. مایلش گوش میکنم. سلام مادر جان. پسرکم طاهر، ما رو خیلی خواطر کردی پسرکم. طاهر دامنده. الو طاهر. مادر در کجا هستی پسرم؟ ما رو خیلی خواطر کردی. در اینجا تلفنی موبیلی کار نمیکنه چون که برق نیست. چی؟ حالا هم مگر این خیلی جایها هست؟ من در سمت جنوب و شرق. جنوب و شرق؟ بله پدر. در دههایی که دوستم اوزن کار میکرد. دهه آبی کلان. دهه آبی کلان؟ چی؟ در آنجا چیکار میکنی پسرم؟ آن جایها خطرناک است. خواطر نشوید پدر، من خوبم. خوبم. طاهر. الو. من میویم. پدر، من رو میشنوید؟ الو، من رو میشنوید؟ خودت را عذاب نده. کی ساز شدنش معلوم نیست. خدایا. چی شد مصطفی؟ قطع شد. طاهر در آن دهه چی میکند؟ من از کجا دانم؟ من از این دوستم میروم گفته از خانه برآمد و کجا رفتنش رو نگفت. اگر با هم روبرو شوند، اگر مادرش او را شناسد، میفهمی چی میشود؟ نه، بهترش من با آن ده میروم. چی ها میگویی مصطفی؟ ما طاهر رو در طفلیش گرفته بودیم. زیلال روی او رو در خاطر ندارد. در آخرین عکسی که به مادرش فرستاده بودیم اون 9 ساله بود. شناختنش غیر امکان است. اما اگر تو روی، زیلال تو رو در حال میشناسد. پسرش رو طلب میکند. انا آن وقت ابدا جدا میشویم. من با این جدایی طاقت کرده نمیتوانم. حالا هم نرفته ای پسرم؟ حاضر برای میبرم. برای همش تشکر. سلامت باشی پسرم. مادر جان. خانم دخترم چی شد؟ فشار پس شده است. در یک اونجا خوابوندن لازم. خانه انا در آنجا. خواهرام کمک کنید زودتر. آپای دیلو 2 روز از کشکمش درد میکند. پسر من هم از خانه نبرآمده است که شمال خورد. چرا بیمار شده است؟ آپای دیلو قبضم با اینو چی شده است؟ من نمیدونم، دکتر نیستم. شاید شمال خورده باشند. با یگون جو نروید، من زود میویم. کمی بهتر شدید؟ بله. این نتیجه خستگی از حد زیاد. امروز استراحت کنید، فردا انشالله خوب میشوید. تشکر پسرم. خدا از تو راضی باشد. سلامت باشید. خیر دکتر. راهی سفید پسرم. ها دکتر، در راه با دقت باش. مثلا یکم بلای نآید. این جاها برای بیگانه ها خطرناک است. اولها این خیل نبود، اما از کجای رازن ها پیدا شدند. برای زیبا سایه افتید، روزمان را سیاه کردند. حتی آمده مردم دیه را عذاب میدهند. سلامت باشید بابا ابراهیم. من شما رو فهمیدم. خواطر نشوید. دخترم زلال، تو
مغزك دم گیر. من به نزد رئیس رفته به بیتار زنگ میزنم. دختر خیر خیر آقای دکتر چی شد دیلو؟ آقای دکتر با کمکتون احتیاج دارم. بخیر است یاشار؟ به سلام و کلام میگذاری؟ چی شد؟ گاوی زلال رو نخریدی؟ بگپت نایستادی؟ قسم به خدا چیزی میگوید حق است بابا ابراهیم، اما باور کنید. کنی گبزن؟ چی واقعه شد؟ باور کنید نتوانستم. رافع به من فشار آورد. مرا مجبور کرد. این خلگوی احتیاجی به بیتار زنگ زدن هم نماند. ای خدا جان، افه دیلو با کجا رفت؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ نرس با کودکم. این دست نرسان. افه دیلو، ما کودکانمون رو به شما سپردیم. این دکتر به ما لازم نیست. گوش کنید مرا. چرا شما نمیفهمید؟ آخر یگان علاج کنید افه دیلو. من دکتر نیستم. یگان کار کردن نمیتوانم. اگر زنده ماندن کودکانتون رو خواهید مجبوره که به او باور کنید. گوش کن دکتر، اگر به کودکانمون یگان چی شود تو رو زنده نمیمونیم، فهمیدی؟ بار دیگر حرارتشان رو بسنج دیلو. نشانه های بیماری رو بگوی. قلقونی، شکم درد، وزنینی. همه رو به بیرون برار. کنی همه به بیرون. تو زلال خانم را در وضع ناگوار گذاشته از آن استفاده کردن خواستی. کنی گبزن، تو با این حق داشتی؟ بابا ابراهیم، من تنها خاموش رافع. انا یشهر هم در همین جاست. این دروغ است بابا ابراهیم، دروغ است. گاو را کدامتان زهر دادید؟ به خدا من زهر ندادم. من از این کار خبر نداشتم. داشتی. از اول نیتی تو به جای خونبها برفین را گرفتن بود. برفین را گرفتن میخواهم، اما من گاو را زهر ندادم. خطا کرده دکا. چه خیل خطا؟ چرا همه را به سر من بار میکنید؟ خودتان را و هم منو شرمنده کردید. کاری شدگی شده است حمید. بعد این چیکار کردم را میدانی؟ میدونم بابا ابراهیم، میدونم. در این خیل وضعیت خونبهای این ماه را گرفته حساب میکنیم. با ما اجازت بابا. رای سفید. تو چه کار کردی؟ ای از برای خدا بس کنید که در پیش مردم مرا شرمنده کردید. آیا این روی مردی؟ من تو را شرمنده نکردم. خیلی شرمنده نکردم. شرمنده نکردم. آقای دکتر، باید بیمار آوردن. شما در بیرون انتظار شوید. نشانه ها درستند؟ بله آقای دکتر. با این کودک ها چی شده است آقای طاهر؟ سرایت یافتند. ای وای، چیکار میکنیم؟ خون رو تشخیص میکنیم. بیماری رو معاین کردن لازم. در دهه یگان بیماری دیگر هست؟ باز یک کودک هست، اما پدرش نمیآورد. چرا نمیآورند؟ به نزد خاله مریم برده است. به نزد کی؟ خاله مریم. مردم اساسا به نزد او میروند. یک زن طبیب از گیاها دارو تیار میکند.
یک طرف ایش. دخترکی غم میخور زنک چی حد میشود؟ خدا جان باید باشی ببخشه. جونی بچه. پدر ها چی گپ شد؟ دکتر اومد. دکتر برای چه آمده است؟ کودک رو دیدنی اومده. کودک در دستی آدمی باوری ناک است و شما در اینجا هیچ کس محتاج نیست. کنی از اینجا روید زودتر آقای دکتر دخترتان رو معاینه کردن میخواهم. یگان دکتر لازم نیست، خاله مریم او را طبابت میکند. بله، با خواست خدا خودم طبابت کردم میتوانم. روید. یک روی نکنید التماس، دخترچه رو دیدنم لازم. خواهش میکنم. تب دارد. چه شکایت دارد؟ خدایا توبه. ای برادر تو گبرا نمیفهمی، گفتم که کاردار نشو. دل به حضوری تب لرزه دارد. توبه از برای خدا از اینجا رو برادر، سرمون رو گرنگ نکن. تو گبرا نمیفهمی. کنی رو دکتر از اینجا رو گفتم. رو التماس با من گوش کنید. در ده بیماری سرایتی پهن شده است. این بیماری رو با گیاه طبابت کردن نمی شود. کودک رو زود به نقطه طبی بردن لازم. گفتم که دختری مرا خاله مریم طبابت میکند. یگان خیلی دکتر لازم نیست. اما او طبابت کردن نمیتواند. خب هستی جیان؟ انا این توشه راه باز گروسنه نمونی. اما کی رئیس از پلیس گریختن درست است؟ رفت و بعد رفتم. تو چی؟ میخواهی در حبسخانه پوسیده روی؟ من به تو راهی درست را نشان دادنی. در آنجا تو را کسی نمییابد. رفتیم آنها را انتظار نکنیم. نترس آنها تو را نمیرنجونن. هیچ گپ نمیشه، همش درست میشود. اما کی رئیس من میترسم. مگر مرد میترسد؟ تو گفتم را کن، از گپی آنها نبرا راحت میکنی. او را نمیکابند؟ پروا نکنید. پیش در راه رو فراموش نکن. از گپی آنها نبرا. ای بچه بیرق. آقای دکتر برای صحت شدن کودکانتان کوشش کرده ایستاده. بیهوده نیستید. به خونه هایتان روید. چی شد دیلو؟ کودک رو گرفته توانستی؟ دو پایش رو به یک موزه انداخته. مریم خاله دخترم رو طبابت میکند میگوید. به خدا کودک حیف میشود. از تشخیص خون یگان نتیجه برآمد. و کودکان چی شده است؟ با فکرم سرایت شکم‌روی شدیدی گذرانده. یعنی خیلی خوفناک. بسیار بیماری زود سرایت کننده است. بله زود پهن می شود. این بیماری سبب مرگ حیوان هم شده می تواند. در روزهای نزدیک یگان حیوان مرده بود دیلو. برادرم، پسرکم، کی
کی میداند که حالا در کجایی و چی کار میکنی؟ بخیر است انشالله. مادر کسی در رو میکوبه. کیست؟ منم زیلول خالا. خیریت که دیلو بوده است. شما رو ناراحت نکردم؟ بیا دیلو بیا. تشکر. آقای دکتر گوبتان رو دیدن میخواهند. مرحمت دارید آقای دکتر. ببخشید ناراحت کردیم. گاو رو دیده میتوانیم؟ اما گاو زرناک شده بود. ما او رو گروندیم. ممکن است آقای رو ببینیم؟ مرحمت. بیایید. گاو رو گور کردیم. دکتر اینجا چی کار میکنه؟ آبی دهانش رو دیده سبب مردنش رو میفهمید. سببش معلوم. حقدارها به گاو زهر دادند. دیلو چراغ رو نزدیکتر بیار. خطا نکردید. واقعا گاو زهرآلود شده است. متاسفانه دیه رو سرایت کلان تهدید میکند. حامد لبای و شیر جوشیده ایستادن. حیوانها را نترسانید. گاو را من زهر ندادم گفتم گوش نکردی. کدام گاو را؟ گاوی زلال را میگویم. در دیه بیماری سراتی پان شده است. گاو از بیماری مرده است. این خیلی باشد خونبه ها را میگیریم. رئیس در دیه بیماری سراتی پان شده است. دکتر گفت که این بیماری از حیوان گذشته است. چی خیل بیماری؟ پیشکی حکم نبرارید؟ دکتر جوان است، بی تجربه است. ای کودکای ما چه مردم دکتری بهتر برای ما در کار است. یگان دکتر آوردن در کار. برفین؟ بیماری سرایتی بوده است کو؟ چی زنی رو فیلم نشدید؟ یا اینکه خونبه ها رو سپاریدید؟ معلوم که نسپاریدید. مادر دیه جوشیده ایستاده است. همه افت گرفتن این سرایت رو فهمیدن. یعنی حقدارها هم فهمیدن. حاضر به پذیر درمون میآیم. همه شایبی همان دکتر. اوه دکتر خانم را سوزاندی. هیچگاه زنی را فیل نمیشم. مگر نگریخته میروم. نزد تو میروم یلمز. گریخته میروم. دیگر چاره ندارم. برفین دخترم، باز یکم به عقلی نکنی. آرام شو. خدا بزرگ است دخترم. یکم چاره میابیم. حق دارم. میدونم در خانه هستی دیلو. نکشید مادر جون. دیگر چاره نداریم دخترم. خدایا کمک کن. شنیدی بیماری سرایتی آمده است. گاوت از بیماری مرده است هلال. از کجا معلوم شد؟ مگر تو خبر نداری؟
تا برفی را نگیریم نمیرویم. شما انصاف دارید یا نه؟ نه، از روی شرط رفتار میکنیم. ما را مجبور نکن. حکای حامد، حکای حامد. ها! شیدوبه گوسفندا مرده ایستادن. چی؟ رفتیم. شیدوبه. زیال، دختر را آماده کن. خداوندا به ما کمک کن. برفین، 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 برفین. مرد گریه نمیکند. آخر شکمم درد نکند. میگذرد صحت میشوی. آیا هممون ناز میشوه؟ البته. وعده میدیه دمکی دکتر. با نزدیک هممون یک جای فوتبال بازی میکنه. نه بازی نمیکنه. برای چی؟ چون که توپ نداره. توپ رو من میخرم. وعده میدیه دمکی دکتر. البته. دکتر شاریده. دکترم را میدیم. زود به درون درو دکتر. هوشیار باش، اگر به دخترم یگان چیز شود تو زنده نمیمانی. وای وای وای. حکای حامد، دیگرهایشون مرده کشتنگی؟ چی ها میگویی سعید؟ چی خیل میکشیم؟ آنها از بیماری مرده ایستادند. اگر گوشتشان را خوریم ما هم میموریم. هیچ غم نه حامد. اجل نرسد خدا جان را نمیگیرد. به حیوان ها سرایت کرد گفته به ما هم سرایت میکند. کشتن گیره. هیچ نباشه زیان نبینه. تو رفته پرس. شاید یکان چیز میداند. مایلش خوب شده است. چی شد خانم زیلال؟ بخیر است؟ خیلی خیر دکتر. گاو از بیماری مرده است گفتگی. تو از کجا میدونی؟ کنی گپ زن به تو کی گفت؟ بعدی گپ های تو حقدارها برای دخترم اومدن. او باشد از خانه گریخت. خانم را سختی دکتر. خانم را سختی. زود بیایید آقای دکتر. حالت اون دخترچه خیلی وزنین شد. چشمانت را کشو چشمانت را. سوزن دارو تیار است. او حلقه مرده است. چی؟ آقای دکتر. آقای دکتر. آقای دکتر. آقای دکتر به خدایت آقای دکتر. در را کشا زیلال. در را کشا گفتم. برای گرفتن برفین آمدن. در را کشا. در را میچکنم زیلال. در را کشا. در را بماده. ما را حمق نکن زیلال. ما را سرگردان نکن زیلال. دخترم نیست. برفین گریخته است. دروغ نگوی. دختر را پنهان نکن. من پنهان نکردم.
نیست آقا. نیست؟ نیست آقا نیست. دخترت کجاست زلال؟ کجاست دخترت؟ دخترت کجاست؟ نیست میگویم. دخترت را به بیرون برار وگرنه حالت بد میشود. حمیدی آرام شوید. خانم زلال درست میگوید. نشو رئیس. تو از کجا میدانی رئیس؟ کزمان گریختنی دختر را با چشم خود دیده است. ها؟ گریختنش را از کجا فهمیدی کزمان؟ در دستش بوخچه داشتم که همی. کدام طرف رفت؟ به طرف خرسنگی سفید. خرسنگی سفید را گذاشته به دههای همسایه میدراید. ای دختری بی عقل، آنجا آدمان خفناکند. کوه را تگ و تار کرده دختر را میابیم. تو با شما صبر جمیل میخواهم. زیف نشوید دکتر. حیات چند کودک رو نجات دادید. اما اینش رو نجات دادم نتوانستم دیلو. این ساعت چیکار کردن این آدمون معلوم نیست. مثل دیوانند. بابایم را گوش نمیکنند. بهتر شما از اینجا روید. من جان او رو میدونم که درد دارد اما از دست دکتر بابا ابراهیم من او رو زنده نمیمارم شود هم مرا سردی رو بدست. زودتر روید. دیگر چاره‌ای ندارید. من چیکار کنم؟ دارو دادن گیر. اینجا حتما باید یک دکتر بیارد وگرنه بیماری جای چندی نفر رو میگیرد. در پناه خدا باش. آرام شده گفتم آرام. میروم. شنیدید؟ دکتر میرود. راه دهید. حسین دخترم خاموش روزین آرام شده باز کنید باز میگویم بچه ها نروید خدایا پروردگارم.
تو با من بیا شما رفت جنگل را کابید شو اجان ببرا شو باتن باتن شو باتن شو بچه ها بس دیگر نهایید ما از اون طرف برویم پرستیمشون بلفین بلفین بکو برایت همه جا را کابید بلفین بلفین بلفینو بچه ها التماس شما نمیفهمید وای پایکم مادر جان وای پایکم بمیرم وای پایکم گورزت بچه ها اینجا خطرناکم ایستید اکا جون حسن رو چیکل میبریم وای پایکم در جایت است وای پایکم التماس برو نجات دیه اکای دکتر نجات ندیه اکای دکتر التماس از جایتو نجنبید وای پایکم اینها را هم تبابت کردن کجا آمدید مرا اونهایم را گرفتید چند روز از اینجا سردید مرا باید کجا نمیروی اینجا کار میکنی کیست اونجا
ایستا! ریختم خواستی ها؟ مرد رفتیم کیستی؟ وای باید امکی دختر میایم بچه ها شما فقط نجنبید. حسن رو از اینجا چی خیل ببره؟ نمیرم مادر جا نمیرم حسن تو قد نمیرم خاطر امکی دختر تو رو نجات میدهم نمیرم مادر جا بمیرم مادر جا احتیاط باشید. خوب شد دستمک جان. در جای پای من قدم گذارید. مایلش بمیرم از پسی من بیارید. مادر جا این رو گیر. بمیرم مادر جا بچه ها احتیاط شاید. فهمو در جای قدم های من خوب بذارید. خوب شده است. از پسی من بیایید. التماس مرا سردی. خواهش میکنم سردی. مرا با کجا میبرید؟ سردی درا گفتم. از من چی میخواهی؟ التماس مرا سردی. رفته. دکتر مردن بیمارش را نمیخواهد، اما بر ضد خواست خداوند برآمدن نمیتواند.
اول دیلو حسن رو بینه. چی شد؟ حالتش وزنین است. در حال جراحی کردن. راه دهید. چی شد پسرم؟ بابا ابراهیم اما که دکتر من و حسن رو از جای بیندار نجات داده. چرا دختر رو کشتن خواستی؟ او جای ما را دید. خبر دادنش ممکن. او را کشتن لازم. مگر ایوان چیز گفت؟ اگر تنها نباشد چی؟ بیا سراسی من نشوی. اول به گپ دروریم. حالش چه خیل است؟ پایش صحت می شود؟ از دستم کاری آمده رو کردم. انشالله صحت می شود. شاید پیشترش بری نشود اما هیچ گپ نیست. تو به خانه رو. شما چی؟ شما چی کار میکنید؟ چند روز است که خواب نکرده اید؟ تشویش نکش، من خوبم. تو میتوانی روی دیلو. میتوانی روی. خوب. با شما شبی خوش. با تو هم دیلو. از برفین یگون خبری هست دیلو؟ بابایم رفته. یگون خبر نیست. شبی خوش. شبی خوش. انشالله با دختر چیزی نمی شود. تاریکی فرا گرفت. در آن کوه چه کار میکند؟ خوراکی گرگ در رنده ها نشود. دخترم را در پناهت نگاه دار. شاید که دیگر تو را نبینم یلما. صدق الله علی العظیم. اپت خواب رفتون تو حالا هم نخوابیدی پسرم؟ خواب ندارم بابا جان. برای چی؟ چرا نمیخوابی؟ بعد همون کی معلم میآید من خوندن میخوام. انشالله پسرم. اکاد برای خوندن معلم میشوی. لیکن من دکتر شدن میخوام بابا جان. میشوی پسرم انشالله. انشالله نبیره خوشویتی من. بابا؟ لبای جانم؟ اکام کی مکتبش رو تمام کرده میآید؟ 2 سال دیگر مانده است پسرم. 2 سال پس نبیره من معلم شده و ده می آید.
برفین خدایا زود رفت به سلیم خبر ده. اپایزلو برفین رو دستگیر کرده آوردن. بیایید زودتر بیایید. دستگیر کردن. زودتر اپایزلو زودتر زردی برو. حالشان خوبتر شده است. اپای دیلو، اپای برفین رو دستگیر کرده به دیه آوردن. تو از اینجا دور نشو. دختر را آوردن. بیسته دختر جون مادر جون مرا نجاتید. نگریزد گفته بستیم زیلا. شما از خدا نمیترسید. کشایید او رو. خوب شده زیلال میکشیم. اجاد نزنه. ای سلاح را پرتا. برفین سلاح را پرتا. برفین سلاح را پرتا برفین. برفین نکن. برفین برفین دستش رو بکنم. ای خیلی اکا از آنکه با تو خودم باشم و بکنم بهتره. نکن برفین. اینجا بیا. اینجا بیا. مادر اینجا بیا. پشتو نبرید. پشت را گفتم. مجبور بودم و اگر نه خودکشی میکرد. راگرد فکر کردی که اصلا میگرزی. راگرد خاموش. مادر فکر نشوید. مادر جون شما رو جشن دیدن ندارم. خاموش. داد من هیچ نزن. کلیز شما نمیشم. خاموش. خاموش. التماس مرا سرده. التجا میکنم. چرا جمع شده؟ جمع شده گفتم. بسیار داد نزن. رفتیم. خاموش. اس دست جوید. اس سرده مرا. اس گفتم. سرده اینجا درا جای گریز نداری. زنی من میشوی برفین. نمیرم زنی تو نمیشوم.